سلام به کانال یوتیوب خودتون، خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با چند تا از بهترین خواننده های این اینستاگرام میخوام براتون تحلیلشون کنم و در مورد صداشون صحبت کنم. پس بزن بریم. خب اولین خواننده ای که براتون آماده کردم یکی از مطرح‌ترین و معروف‌ترین خواننده های اینستاگرام هستن. بریم ببینیم کارشونو. مال منی بسا نگات کنم یه عالمه، هرچی بگم بازم کمه. مال منی کم خوندن، خیلی کم خوندن، ولی واقعا کار خیلی جوست بود و خیلی تاکید داشتن که میخواستن کنن. حالا چی کار میخواستن بکنن و من نمیدونم، ولی تاکید داشتن که کنن. خواننده بعدی که داریم، بله، نیو تو که میدونی من بی تو بی من یعنی حسیت. نیو تو که میدونی من بی تو بی من یعنی حسیت. جواب بوده دل من. نیو خب عرضم به حضورتون که یکی از قوی ترین کاورهایی که تا حالا از آهنگ نروی رضا صادقی بیرون اومده است و اینکه فقط مقداری فکر میکنم که ناراحت بودن از اینکه طرف رفته و خیلی عصبانی بودن. یه مقدار عصبانیت توی موضوعشون بود. بریم به خواننده بعدی. یکی از خدایش تو تنهایی هر شب کنارت باشه، انگاری قرار این ده همیشه بی قرارت باشه. من وسط در بدرم اومدم تو رو ببرم. کم بود ولی قوی بود. قوی بود. راضی هم از ایشون. امیدوارم موفق باشی هر جا که هستی و اینکه روی خوانندگیت تمرکزی نکن. خوانندگی قویه، رو گیتارت تمرکز کن. خواننده بعدی رو میتونیم ببینیم. سوار سر نوشتم کجا نمیدونم، یه زار نمیمونم، یه باک پر دارم یه راک پر پیسه. تموم لحظه هم دنبال اکسیژن و زای آزاد. روزم هم زای بازار یه طور دیگه شب میشه. میخونم قشر خاص کلاس سرگیته، با کولی به پول نمیدم، زوری به گول نمیدم، اسباب شیرینی روزی قول نمیشم. فهمیدی یا یکی از رپ‌های قوی که تو این نسل شنیدیم بود و احساس میکنم که ایشون مسیر رپ رو داره عوض میکنه و رپ فارسی رو داره به جهان القا میکنه. خیلی سخت بود.
خواننده بعدی رو نه به میگن سالی بسه خندیدیم ها بسه نرم نه به میگن سالی بسه خندیدیم ها بسه. به نظرم صدای اون خانومی که کلاه صورتی داشتن خیلی صدایشون قوی بود و اون آقا صداشون نیاز به تمرین داره. میریم اجرای بعدی، اجرای زنده آهنگ بهشت. اونجا یادم میاد همه فقط خواستن برن بهش، هیچ کس نخواسته بسازه بهش، پس نتیجه چی میشه؟ بهشت. تو بگو بهش کدوم من، اصلا تو این زمین بهش کجا بود؟ ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون، هرچی گفتن که اشتباه بود. تو بگو بهش چی شدش، اینجا هر کی مرد که رفته زیر خاک. تو بگو عشق یعنی چی ما که دیدیم بالاخره میره هر عشقی به فال. تو بگو بهش کدوم من، اصلا تو این زمین بهش کجا بود؟ ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون، هرچی گفتن که اشتباه بود. تو بگو بهش چی شدش، اینجا هر کی مرد که رفته زیر خاک. تو بگو عشق یعنی چی ما که دیدیم بالاخره میره هر عشقی به فال. خب خیلی آهنگ احساسی بود و اینکه واقعا موفق باشی هر جا که هستی. صحبت دیگه ای ندارم، بغضی علمو گرفته، اشک از چشمانم جاریه. بریم خواننده بعدی. این آهنگو بفرست واسه رفیق صمیمی. دستمو ول نکن که زمین میخورم، تو بری از همه آدمو میبرم. این آهنگو خواهش میکنم که این آهنگو بفرستین واسه یه رفیق صمیمیتون. بریم و آخرین خواننده ای که امشب قراره مشهور بشیم از خوانندگی ایشون. از چشمای عاشقی دلم داره میریزه، از چشمای خونگی دلم داره میریزه. عاشقی داری عاشقتا، عاشقی داری عاشقتا، عاشقای تو مرد قلبا، عاشقی دست دلم جونی نداره. عاشقی داری عاشقتا، عاشقی داری عاشقتا، عاشقی داری عاشقتا. قشنگ بود یا نه؟ آهنگ جدیدمه اسمش عاشقتامه، اگه لایک کنین خیلی ممنون میشم. بسیار از شما امید آمادی هستم. آهنگ آخرمون آهنگ شادی بود. ممنون از اینکه وقت گذاشتین ما رو نگاه کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون از نگاه قشنگتون. شب و روزتون خوش.